با مقصد رشد ساحه باغداری طی سالهای اخیر در مملکت یک قطار برنامه‌های دولتی عاید بر رشد ساحه راه‌اندازی گشته بنیاد میدان باغ و تاکزار به مراتب زیاد می‌گردد و نشان دهنده‌های صادراتی میوه‌جات نیز سال تا سال بالا می‌رود. خواجگی‌های دهقانی حدود جماعت دهاتی الموسی شهر حصار نیز در بنیاد باغ و تاکزار نمونوی و دارای حاصل بلند سهم ارزنده دارند. جمعیت دارای مسعودش محدود رستمجان از زمره خواجگی‌ها میباشد که به پرورش نمودهای گوناگون انگور مشغول است. خواجگی ما دارای 2850 گکتار زمین میباشد. ای همی 285 گکتار زمینی باغ انگوری حاصل ده میباشد. انگوری ما انگوری طایفی است، انگوری صادراتی میباشد. مثال با خارج کشور بسیار ما صادرات میشود انگوری ما. انگوری نغز است. 40 گکتار باغ سیب است. سیبی سامارینکا و سیبی خوبونی. باغ‌های بنیاد نموده جمعیت دارای مسعودش محدود رستمجان که اساساً از انگورهای سرخ کوهی عبارت است، امسال حاصل دلخواه به بار آورده است. محصولات استحصال نموده این دهقانان صاحب تجربه خریداران خود را پیدا نموده در برابر بازار داخلی به خارج کشور نیز صادرات می‌گردد. صادرات ما به دولت‌های به روسیه، به پاکستان، افغانستان صادرات می‌شود. به بازارهای داخلی هم میبرند. مثال در بازارهای ما با نرخ مثال ارزان بعضی دهقانان در جمع‌آوری حاصل هستند. اجاره‌کارا ما با اجاره دادگیم به مردم 440 نفر میباشد اجاره‌کار میباشد در خواجگی ما. خیلی نغز رفته است، حاصل هم نغز. کوشش میکنیم که سال از سال با نغز شود سوهای کشاورزی، سوهای باغ پروری، عایدم با بهتر شود، نغز شود، خلق هم کار کسه دل گرم خاطی. ما با کوشش میکنیم که بازارهای کشور را از میوه‌های تر و تازه تامین نماییم. باغ تاکپروران خواجگی‌های دهقانی حدود جماعت دهاتی الموسی شهر حصار در بابت بنیاد باغ و تاکزار نمونوی تجربه کافی دارند. منظره این میدان‌های پرورش باغ و تاکزار بازگوی آن است که اهل زحمت خواجگی‌های دهقانی به کار خود دلگرم هستند و هدف اصلیشان بلند برداشتن اقتصادیات کارخانه و سهم گذاشتن در تامین امنیت عضوقواری کشور میباشد. گزارش خورشید حلیموف صاحب نور عبدالرسولف از شهر حصار برای برنامه اطلاعاتی نوید.